این جوان که در یک ویدیوی تبلیغاتی داعش با 4 نفر دیگر به رهبر این سازمان سوگند صداقت میدهد آرامی یک خانواده را در شهر دوشنبه به هم زد. صاحبان خانه در محله میاکوفسکی میگویند مقامات چند بار به خانه آنها به سراغ عبدالصمد حسینوی 33 ساله آمدند که حالا به کشتار 4 سیاح خارجی و همچنین تروریسم متهم می شود. این خانه را ما خریدگی من صاحب خانه میرزا سعید همی بودن در چوتین خانه ما بوده. خیلی دو بار ما گفتیم که نیستم بیایه یوف شود میبروریم شهر خیلی. هم خطی دیگه هم قید خونه مونده موندگی ولی ما نمیشناسیم نمیدونیم. عبدالصمد حسینوف ساکن ناحیه واسعه بوده است و وزارت امور داخلی گفت که او را هنگام عملیات در ناحیه دنغره دستگیر کردند. 4 همراه او کشته شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که بعضی از این جوانان که در ایران آموزش دیدند در قتل 4 سیاح خارجی دست دارند.